فصل 8. به مدت 1 هفته حسن را خیلی کم دیدم. صبح بیدار می شدم، می دیدم نان برشته، چای دم کرده و 1 تخم مرغ آبپز روی میز آشپزخانه است. لباسهای آن روزم اتو کشیده و تا شده روی صندلی حصیری توی سرسرا بود. همانجا که حسن معمولاً اتو میکشید. او همیشه قبل از اینکه اتو کشی را شروع کند صبر میکرد تا من پشت میز صبحانه بنشینم. اینطوری میتوانستیم صحبت کنیم. در ضمن آواز هم میخواند، همراه فسفس اتو در مورد لاله‌زارها ترانه‌های قدیمی هزاره‌ای میخواند. حالا فقط لباسهای تا شده به من سلام میکردند. لباسها و صبحانه‌ای که دیگر میلی به تمام کردنش نداشتم. در یک صبح ابری همینطور داشتم با تخم مرغ آبپز توی بشقابم بازی میکردم که علی کپه هیزم به بغل آمد تو. از او پرسیدم حسن کجاست؟ علی جلوی بخاری زانو زد و گفت دوباره رفت خوابید. دریچه مربع شکل را باز کرد. امروز حسن میتواند بیاید بازی؟ علی هیزم به دست مکسی کرد. نگاهی نگران از قیافه‌اش میگذشت. این روزها انگار فقط دلش میخواهد بخوابد. کارهایش را میکند. حواسم هست، اما بعد فقط میخواهد بخزد زیر پتویش. میشود از شما چیزی بپرسم؟ اگر دوست داری بپرس. بعد از آن مسابقه بادبادک اندازی کمی خونی و با پیراهن پاره آمد خانه. ازش پرسیدم چی شده که گفت چیزی نیست. با چند تا پسر بچه سر بادبادک کمی درگیر شده. چیزی نگفتم، همانطور که با تخم مرغ توی بشقابم بازی کردم. اتفاقی برایش افتاده امیر آقا؟ چیزی هست که او به من نمیگوید؟ شانه بالا انداختم. من از کجا بدانم؟ شما که به من میگویید نه؟ اگر اتفاقی افتاده انشاءالله شما به من میگویید؟ با پرخاش گفتم که من از کجا بدانم چه شده است؟ شاید مریض شده. آدم مریض می شود دیگر. آدم مریض میشه دیگه. علی، حالا بالاخره تو امروز این بخاری را روشن میکنی یا از من از سرما بمیرم؟ آن شب از بابا پرسیدم میشود جمعه برویم جلال‌آباد؟ توی صندلی گردان چرمی پشت میزش تکانی خورد و روزنامه‌اش را که میخواند گذاشت زمین. عینک مطالعه‌اش را که اصلا دوست نداشتم درآورد. بابا پیر نبود و اصلا هنوز کلی از عمرش باقی بود. پس چرا باید آن عینک مسخره را میزد؟ گفت چرا نمیشود؟ بابا تازگی‌ها با هر چه میخواستم موافقت میکرد. تازه غیر از آن 2 شب قبل هم خودش از من پرسید میخواهد فیلم آلسید با بازی چارلتون هیستون را توی سینمای آریانا ببینم یا نه. اگر دوست داری به حسن هم بگو با ما بیاید جلال‌آباد. آخر چرا بابا میخواست اینطوری از دماغمان در بیاورد؟ گفتم او مریض است. بابا از تکان دادن صندلیاش دست کشید. راست میگویی؟ چه شده؟ شانه بالا انداختم و توی کاناپه کنار شومینه فرو رفتم. لابد سرماخوردگی چیزی هست. علی میگوید همش میخوابد. بابا گفت این روزا حسن را زیاد ندیدم. یعنی فقط سرما خورده همین؟ از این که آنطوری با دلواپسی قیافش در هم رفت نتوانستم جلوی نفرتم را بگیرم. فقط سرماخوردگی چیزی نیست. پس جمعه میرویم بابا؟ بابا که داشت از پشت میز بلند میشد گفت بله، اما خیلی بد شد که حسن نمیتواند بیاید. به نظرم اگر او میآمد به تو بیشتر خوش میگذشت. گفتم من و شما که با هم باشیم خوش میگذرد. بابا با لبخند چشمک زد و گفت لباس گرم بپوش. قرار بود فقط 2 تایی‌مان باشیم. من اینطوری دوست داشتم، اما بابا تا چهارشنبه شب 10-20 نفر دیگر را هم دعوت کرد. به پسرعمویش همایون زنگ زد. او در واقع دومین پسرعموی بابا بود. بهشان گفت جمعه می رویم جلال‌آباد. و همایون که در فرانسه مهندسی خوانده بود و توی جلال‌آباد خانه داشت گفت که خیلی دلش می خواهد همگی آنجا دور هم جمع شوند. بچه‌ها و 2 تا زنش را هم آورد. وقتی آنجا هستیم شاید دخترعمو شفیقه و خانواده‌اش هم که برای گردش از هرات آمده بودند بخواهند بیاین پیش ما. و چون دخترعمو شفیقه در کابل در خانه پسرعمو نادر اقامت میکرد، با اینکه نادر
نادر و همایون کمی میانشان شکراب بود، اما باید نادر و خانواده‌اش را هم دعوت می‌کردند و اگر نادر را دعوت می‌کردند حتما باید به برادرش فاروق هم می‌گفتند وگرنه بهش برمی‌خورد و دیگر ماه آینده برای عروسی دخترش دعوتمان نمی‌کرد. کیپ تا کیپ سوار 3 ماشین سفری شدیم و توی ماشین من بودم و بابا، رحیم خان و کاکا همایون. بابا از بچگی یادم داده بود که مردها را کاکا و خانمها را خاله صدا کنم. 2 زن کاکا همایون هم با ما توی ماشین بودن. زن بزرگتر با چهره تکیده که روی دستهایش زگیل داشت و زن جوانتر که همیشه بوی عطر میداد با چشم بسته میرقصید، مثل دختر دوقلوهای کاکا همایون. من در ردیف عقب نشسته بودم. توی ماشین حالم به هم میخورد و منگ بودم و بین آن دوقلوهای 7 ساله که از روی پاهایم همدیگر را میزدند گیر افتاده بودم. راه جلال آباد مسیری کوتاه و 2 ساعته بود و من که از جاده کوهستانی با شیب تند و مارپیچی میگذشت و معده من سر هر پیچ تند زیر و رو میشد. توی ماشین همه داشتن حرف میزدند. همه با هم با صدای بلند تقریبا داد میزدند. افغانی ها عادت داشتن اینطوری حرف بزنند. به یکی از دوقلوها، فضیله یا کریمه، هیچ وقت نتوانستم از هم تشخیصشان بدم. گفتم می شود جایشان را که کنار پنجره بود با من عوض کنند تا به خاطر دلاشوبه‌ای که داشتم هوای تازه‌ای بخورم. زبانش را در آورد و گفت نه. بهش گفتم عیبی ندارد، اما اگر روی لباس نوات بالا آوردم تقصیر من نیست. دقیقه‌ای بعد از پنجره خم شدم بیرون و جاده پرچال و چوله را بالا و پایین میرفت و 2 مشت دور کوه میپیچید تماشا کردم. کامیون‌های رنگارنگی را که پر از مردهای قوس کرده از کنارمان رد میشدند شمردم. کوشیدم چشمهایم را ببندم، بگذارم باد به گونه‌هایم سیلی بزند. دهانم را باز کردم تا هوای تازه را ببلعم. باز هم حالم بهتر نشد که نشد. انگشتی به پهلویم سیخونک زد. کریمه، فضیله بود. گفتم چیه؟ بابا از پشت فرمان گفت همین الان داشتم برایشان از مسابقه میگفتم. کاکا همایون و زنهایش از ردیف وسط به من لبخند میزدند. بابا گفت آن روز توی آسمان بادبادک ها حتما 100 تایی میشدند. درست میگویم امیر؟ زیر لب گفتم بگمانم میشدند. 100 تا بادبادک همایون جان، لاف نمیزنم. و آخرهای آن روز تنها بادبادک توی آسمان مال امیر بود. آخرین بادبادک را الان توی خانه دارد. یک بادبادک آبی خوشگل. حسن و امیر آن را با هم گرفتند. کاکا همایون گفت مبارک باشه. زن اولش همان که زگیل داشت دست زد، گفت به به امیر جان، امیر جان، همه ما به تو افتخار میکنیم. زن جوانتر هم به آنها پیوست. بعد همگی دست زدند، تعریف و تمجید کردند. به من گفتند که چقدر سربلندشان کردم. فقط رحیم خان بود که ساکت نشسته بود کنار صندلی بابا، به طرز عجیبی نگاهم میکرد. گفتم بابا لطفاً بزن کنار. واسه چی؟ زیر لب گفتم حالم دارد به هم میخورد و به صندلی تکیه دادم و زورم را انداختم روی دخترهای کاکا همایون. قیافه فضیله کریمه در خم رفت. با صدای گوشخراشی گفت کاکا نگه دار، رنگش زرد شده، نمیخوام روی لباس نوام تگری بزنه. بابا تا آمد ماشین را نگه دارد دیگر کار از کار گذشته بود. چند دقیقه بعد من روی صخره کنار جاده نشسته بودم و آنها داشتن توی ماشین را تمیز میکردن. بابا داشت با کاکا همایون چپق میکشید و کافا هم به فضیله کریمه میگفت که گریه نکن دیگه. توی جلال آباد لباس دیگری برایت میخرم. چشمهایم را بستم و صورتم را گرفتم جلوی آفتاب. شکل‌های کوچکی پشت پلک‌هایم پدید می‌آمدند، مثل بازی سایه‌های دست روی دیوار جمع می‌شدند، شکل می‌گرفتند و تصویر واحدی می‌ساختند. شلوار مخمل کبریتی قهوه‌ای حسن افتاده بود روی کپی آجرهای کهنه توی کوچه. خانه سفید و 2 طبقه کاکا همایون توی جلال آباد بالکنی داشت. مشرف باغ بزرگ و محصور با درخت‌های سیب و خرمالو چپری از شمشاد بود که باغبان در تابستان آن را به شکل حیوانات چیده بود و استخری با کاشی‌های سبز زمرد. روی لبه استخر خالی که فقط یک لایه برف آبکی تهش بود نشستم و پاهایم را توی آن آویزان کردم. آن سر حیاط بچه‌های کاکا همایون داشتن قایم باشک بازی می‌کردند.
زنها غذا می‌پختند و بوی پیاز داغ به مشامم می‌رسید. صدای فسفس زودپز، موسیقی و خنده‌ها را می‌شنیدم. بابا، رحیم خان، کاکا همایون و کاکا نادر توی بالکن نشسته بودند و چپق می‌کشیدند. کاکا همایون داشت بهشان میگفت پروژکتور را با خودش آورده تا اسلایدهایش را که در فرانسه گرفته بود نشانشان بدهد. 10 سال پیش از پاریس برگشته بود و هنوز آن اسلایدهای مسخره را نشان نداد. چرا باید چنین حسی به من دست میداد؟ هرچه باشد آخر سر من و بابا با هم دوست شده بودیم. چند روز پیش رفته بودیم باغ وحش، مرجان شیر را دیدیم و من دور از چشم بقیه به خرس ریگ پرت کردم. بعدش رفتیم کبابخانه دادخدا روبروی سینما پارک. کباب بره با نان تازه از تنور درآمده خوردیم. بابا از سفرهایش به هند و روسیه و آدمهایی که دیده بودیم برایم گفت. مثلا زن و شوهر بدون دست و پا در بمبئی که 47 سال بود عروسی کرده بودن. 11 تا بچه بزرگ کرده بودن. باید خوش گذشته باشد گذراندن یک روز با بابا، آن هم این شکلی با شنیدن قصه هایش. بالاخره چیزی را که تمام آن سالها آرزویش را داشتم به دست آورده بودم. حالا با اینکه این چیزها را داشتم باز هم احساس می‌کردم مثل این استخر کثیف که پاهایم را توی آویزان کردم خالیم. زنها و دخترها شام را دادند. پلو، کوفته و قرمه مرغ. به روش سنتی شام خوردیم. روی پشت بام‌ها دور تا دور اتاق نشستیم. سفره روی میز پهن شده بود. 4-5 نفری توی یک بشقاب با دست غذا خوردیم. گرسنه هم نبود، اما به هر حال پای سفره کنار بابا، کاکا فاروق، 2 تا پسر کاکا همایون نشستم تا لقمه‌ای بخورم. بابا که قبل از شام کمی هم ویسکی خورده بود هنوز داشت با آب و تاب از مسابقه بادبادک بازی حرف میزد که چطوری من همه را از میان به در کرده بودم، چطوری با آخرین بادبادک آمدم خانه. صدای پرتدینش اتاق را پر کرده بود. همه سرشان را از روی بشقاب ها بلند کردند و تبریک گفتند. کاکا فاروق با دست تمیزش زد به پشتم. حس کردم انگار کاردی توی چشمم فرو رفت. کمی بعد از نیمه های شب، بعد از اینکه بابا و پسر عموهایش چند ساعت پوکر زدند، مردها روی تشک‌های کنار توی همان اتاقی که شام خورده بودیم خوابیدند. زنها رفتن طبقه بالا و 1 ساعت بعد هنوز خوابم نبرده بود. همینطوری که فامیل هایم توی خواب قرلان میکردند، آه میکشیدند و خور و پف میکردند، من هی از این دنده به آن دنده میشدم. بلند شدم، نشستم باریکه‌ای از نور ماه را که از پنجره به داخل میتابید نگاه کردم. همینطوری گفتم وقتی به حسن تجاوز کردن من فقط تماشا کردم. بابا توی خواب غلطی زد. کاکا همایون قرلندی کرد. یک دلم میخواست یکی بیدار میشد و حرفم را میشنید تا از این به بعد مجبور نباشم با این دروغ زندگی کنم. اما هیچ کس بیدار نشد و توی سکوتی که برقرار شد به ماهیت بدبختی جدیدم پی بردم. باید از آن فرار میکردم. به خواب حسن فکر کردم، به همانی که دوتایمان توی دریاچه شنا می‌کردیم. گفته بود هیولایی در کار نیست، فقط آب است. اما اشتباه کرده بود. توی دریاچه یک هیولا بود. مچ پای حسن را گرفته و کشیده بود ته لجن دریاچه. آن هیولا من بودم. از همان شب بود که دیگر بیخوابی زد به سرم. تا اواسط هفته بعد با حسن حرف نزدم. یک روز حسن داشت ظرف‌ها را می‌شست که من غذایم را نصف کاره رها کردم. داشتم میرفتم بالا به اتاقم که حسن پرسید دوست داری برویم بالای تپه؟ گفتم خستم. حسن هم خسته به نظر می رسید. لاغر شده بود و زیر چشمای پف کردش گود افتاده بود. اما دوباره که از من خواست با بیمیلی قبول کردم. پای پیاده رفتیم بالای تپه. توی برف گلالود شلپ می کرد. هیچ کدام حرفی نمی زدیم. زیر درخت انارمان نشستیم و من تازه فهمیدم که چه اشتباهی کردم. نباید می آمدم بالای تپه. حالا دیگر تحمل دیدن کلمه‌هایی را که با کارد آشپزخانه علی روی تنه درخت کنده بودم را نداشتم. امیر و حسن، سلاطین کابل. از من خواست برایش شاهنامه بخوانم.
از من خواست که برایش شاهنامه بخوانم و من بهش گفتم نظرم عوض شده. بهش گفتم میخواهم برگردم به اتاقم. نگاهش را برگرداند و شانه بالا انداخت. راهی را که رفته بودیم برگشتیم. توی سکوت در تمام عمرم اولین بار بود که برای آمدن بهار دیگر طاقتم تاق شده بود. خاطری از بقیه زمستان سال 1975 خیلی مبهم است. یادم میآید وقتی بابا خانه بود واقعا خوشحال بودم. با هم غذا می‌خوردیم، می‌رفتیم تماشای فیلم، دیدن کاکا همایون و فاروق. بعضی وقتا رحیم خان می‌آمد و بابا اجازه میداد توی اتاق مطالعه بنشینم و با آنها چای بخورم. حتی وادارم میکرد بعضی از داستانهایم را برایش بخوانم. خیلی خوب بود و من حتی باورم شده بود که این روال ادامه پیدا میکند و فکر میکنم بابا هم باورش شده بود و هر دو باید همدیگر را بهتر میشناختیم. لااقل چند ماهی بعد از مسابقه بادبادک بازی من و بابا خودمان را در رویای شیرینی غرق کرده بودیم. همدیگر را به شکلی که قبلا سابقه نداشت میدیدیم. در واقع خودمان را گول میزدیم که بازیچه‌ای از کاغذ و چسب و هیزان توانسته تا حدودی شکاف عمیقی بینمان را کمتر کند. اما بابا بیرون بود که زیاد هم پیش می آمد. من خودم را توی اتاق حبس می کردم. هر یکی دو روز یک کتاب می خواندم. داستان می نوشتم. طراحی اسب می کردم. صبحها صدای حسن را می شنیدم که توی آشپزخانه این ور و آن ور می رود. صدای به هم خوردن ظرف‌های نقره، صدای فسفس کتری چای را میشنیدم. آنقدر صبر کردم تا صدای بسته شدن در را بشنوم و تازه آن موقع برای صبحانه میرفتم پایین. توی تقویم دور روز اول مدرسه را خط کشیده برای رسیدنش روز شماری میکردم. از این نگران بودم که حسن خیلی سعی میکند میانمان را جوش بدهد. آخرین دفعه یادم میآید توی اتاقم بودم، داشتم کتاب ترجمه فارسی ایوانوهو را می‌خواندم که حسن در زد. چیه؟ از آن طرف در گفت دارم میروم از نانوایی نان بخرم. گفتم شاید تو بخوای با من بیای. شقیقه‌هایم را مالیدم و گفتم فقط میخواهم کتاب بخوانم. آن اواخر هر وقت حسن آن دور و بر پیدایش میشد سرم درد میگرفت. گفت هوا آفتابی است، خودم دارم میبینم. اگر برویم قدم بزنیم خوش میگذرد. خودت برو. گفت کاش شما هم میآمدی. مکس کرد. چیزی خورد به در. لابد پیشانیش بود. نمیدانم چه کاری ازم سر زده. امیر آقا کاش به من میگفتی. نمیدانم چرا دیگر با من بازی نمی کنی. هیچ کاری از تو سر نزده حسن. فقط برو. اگر بگویی دیگر آن کار را نمی کنم. سرم را کردم بین دو تا پاهایم. با زانو شقیقه هایم را مثل گیره برس فشار دادم. چشمایم را سفت بستم و گفتم الان بهت میگویم. دیگر چه کاری را نباید بکنی. هر کاری بگویی میکنم. تشر زدم. میخواهم دیگر مزاحمم نشوی. میخواهم از اینجا بروی. خدا میکردم جواب پس بدهد و در را به یک ضرب باز کند و هرچی از دهانش در میآید بارم کند. این کارها آسانتر میشد. اوضاع بهتر میشد. اما هیچ کدام از این کارها را نکرد و چند دقیقه بعد که در را باز کردم آنجا نبود. افتادم روی تختم، سرم را کردم زیر بالش و زار زار گریه سر دادم. از آن به بعد حسن از حاشیه زندگیم کنار رفت. کاری میکردم که کمتر این برخورد را با هم داشته باشیم. برنامه روزانه را اینطور میریختم چون وقتی او دور و بر من بود اکسیژن اتاقم کم میشد، نفسم میگرفت و هوا کم میآوردم. همانجا می ایستادم و در فضای حبابوار بدون هوایم به خفقان میافتادم. اما حتی وقتی هم آن دور و برها نبود باز هم بود. او توی لباسهای دستشور و اتو کشیده روی صندلی حصیری، توی دمپایی‌های گرم پشت در اتاقم، توی چوبی که توی بخاری میسوخت. قبل از اینکه برای خوردن صبحانه بروم پایین بود. به هر طرفی که میچرخیدم نشانه وفاداریش را میدیدم. آن وفاداری پابرجای لعنتیش را. اوایل بهار آن سال چند روز مانده به باز شدن مدارس من و بابا داشتیم توی باغچه لاله می‌کاشتیم. بیشتر برف‌های آب شده روی تپه‌های شمالی دسته دسته چمن سبز شده بود. صبح خنک و ابری بود و بابا کنار من چنباتنه زده بود. زمین را میکند و پیاز لاله‌هایی را که من به دستش میدادم میکاشت. داشت به من میگفت بیشتر مردم خیال میکنن لاله را توی پاییز بکارن بهتر است، ولی اشتباه میکنن. بی مقدمه گفتم بابا اصلا به فکر آوردن خدمتکارای جدید افتاده ای؟ پیاز لاله را انداخت و بیچاره را توی خاک فرو کرد.
دستکش‌های باغبانی‌اش را درآورد. از حرفم یکه خورده بود. چی؟ فقط پرسیدم. همین. بابا با تندی گفت چرا باید این کار را بکنم؟ با صدایی که داشت مثل زمزمه‌ای میشد گفتم فکر نمی‌کنم این کار را بکنید. فقط پرسیدم. از گفتن این حرف پشیمان بودم. به تو و حسن مربوط می‌شود؟ میدانم که بین شما دوتا مسئله‌ای پیش آمده، اما هرچه هست باید خودتان حلش کنید، نه من دخالتی نمی‌کنم. ببخشید بابا. دوباره دستکش‌هایش را پوشید. با دندانهای به هم فشرده گفت من با علی بزرگ شدم. پدرم او را قبول کرد. علی را مثل پسر خودش دوست داشت. 40 سال علی پیش خانواده ما بوده. 40 سال آزگار. و تو فکر میکنی من او را بیرون میکنم؟ حالا رویش را به من کرد. صورتش به سرخی لاله بود. من هیچ وقت دست روی تو بلند نکردم امیر، اما اگر یک بار دیگر این حرف را بزنی. نگاهش را برگرداند و سرش را تکان داد. تو باعث شرم من میشوی. اما حسن هیچ جا نمی رود. فهمیدی؟ سرم را انداختم پایین و یک مشت خاک خنک برداشتم از لابلای انگشت‌هایم ریختم پایین. بابا غرید. گفتم فهمیدی؟ خودم را جمع جور کردم و گفتم بله بابا. بابا تشنج زد. حسن هیچ جا نمی رود. بابیلچه حفره دیگری را با حرص کند. همینجا پیش ما میماند. همینجا که بهش تعلق دارد. اینجا خانه اش است. ما هم خانواده اش هستیم. و دیگر هیچ وقت این سوال را از من نمیپرسی. چشم بابا، ببخشید. بقیه لاله ها را در سکوت کاشتیم. هفته بعد که مدرسه شروع شد من راحت شدم. بچه‌های مدرسه دفترهای نو، مدادهای تراشیده در دست توی حیاط مدرسه قدم می‌زدند و گرد و خاک بلند می‌کردند. دست با هم حرف می‌زدند. منتظر سود زدن مبصر کلاس بودند. بابا ماشین را برد توی کوچه خاکی که می‌خورد به ورودی مدرسه. مدرسه ساختمانی 2 طبقه و قدیمی بود و با پنجره‌های شکسته و راهروهای تاریک و قلب سنگ پوش. لکه‌هایی از رنگ نخودی اولیه‌اش هنوز از بین تکه گچ‌های تبله کرده به چشم می‌خورد. بیشتر بچه‌ها پیاده می‌آمدند مدرسه و نگاه‌های رشک آمیز دنبال ماستنگ مشکی بابا 1-2 تا نبود. وقتی مرا پیاده می‌کرد با سن و سالی که داشتم میبایست از غرور در پوست نمی‌گنجیدم، اما تنها حسی که به من دست میداد کمی دستپاچگی بود. همین بود و خلأ. بابا بدون خداحافظی راه میافتاد و میرفت. از مقایسه همیشگی جای زخم‌های بادبادک اندازی اجتناب کردم و توی صف ایستادم. زنگ خورد و ما با نظم و ترتیب راه افتادیم طرف کلاس‌های تعیین شده و دوتا کنار هم نشستیم. من نشستم ردیف عقب. وقتی معلم فارسی کتاب‌های درسیمان را میداد دعا کردم تکلیفمان سنگین باشد. مدرسه بهانه‌ای دستم داده بود تا ساعت‌ها توی اتاقم بمانم. همین موضوع برای مدتی اتفاقی را که زمستان آن سال افتاده بود، اتفاقی که من گذاشته بودم بیفتد، از یاد برد. چند هفته به جای فکر کردن به حسن، به مولکول‌ها و جنگ‌های انگلیس و افغان‌ها غرق کردم. اما ذهن من مدام به آن کوچه برمیگشت، به شلوار مخمل کبریتی قهوه‌ای حسن که روی آجرها افتاده بود، به قطره‌های خونی که برف را قرمز پررنگ مایل به سیاه کرده بود. بعد ظهر دلگیر و کسالت آور اوایل تابستان آن سال از حسن خواستم با من بیاید بالای تپه. بهش گفتم میخواهم یکی از داستانهایی را که تازه نوشتم برایش بخوانم. داشت توی حیاط رخت پهن میکرد و از آنجا که با عجله کارش را تمام کرد فهمیدم خیلی مشتاق است. از تپه ها که بالا میرفتیم صحبت زیادی نکردیم. از مدرسه پرسید که چی میخونم و من برایش از معلم ها گفتم. به خصوص از معلم سختگیر ریاضی که بچه‌های پرحرف را با گذاشتن میله آهنی لای انگشت و بعد فشار دادن آن تنبیه می‌کرد و از شنیدن آن قیافش در هم رفت و گفت انشاءالله که این بلا سر من نیاید. گفتم من همیشه شانس آوردم، با اینکه میدانستم این موضوع هیچ ربطی به شانس ندارد. من هم به اندازه خودم توی کلاس حرف می‌زدم، اما چون پدرم پولدار بود همه می‌شناختنش، بنابراین از تنبیه میله آهنی معاف بودم. پای دیوار کوتاه گورستان زیر سایه درخت انار نشستیم. از 1-2 ماه پیش
علف‌های زرد باید دسته دسته روی تپه را می‌پوشاندم. اما آن سال فصل بارش بهاری نسبت به همیشه طولانی تر شده بود و حتی تا اوایل تابستان طول کشیده بود و علف‌ها هنوز سبز بودند و جابجا کپه‌های گل وحشی رویده بود. زیر پای ما خانه‌های وزیر اکبرخان با دیوارهای سفید و پشت بام‌های مسطح توی آفتاب برق می‌زدند و رخت‌هایی که توی حیاط خانه‌ها از بند آویزان بودند با وزش نسیم مثل پروانه‌های رقصان تکان می‌خوردند. 10-12 تا انار از درخت کنده بودیم. من داستانی رو که با خودم آورده بودم باز کردم. صفحه اولش را آوردم، بعد گذاشتمش روی زمین. بلند شدم و یک انار خیلی رسیده را که از درخت روی زمین افتاده بود برداشتم. همینطوری که آن را بالا و پایین میانداختم گفتم اگر با این بزنمت چه کار میکنی؟ لبخند حسن محو شد و از آن وقتی که به یاد داشتم بزرگتر شده بود. نه، بزرگتر نه، پیرتر شده بود. مگر می شود؟ خطوطی از چهره آفتاب سوختگیش حک شده و چین و چروکی دور چشمهایش را گرفته بود. حقش بود. من هم چاقویی برمی داشتم و آن خطوط را روی صورت خودم حک می کردم. دوباره گفتم چه کار می کنی؟ رنگ از صورتش پرید. کنارش ورقه‌ای منگنه شده، داستانی که قول خواندنش را داده بودم توی نسیم ورق می خورد. انار را به طرفش پرت کردم. خورد به تخت سینه‌اش. انار قرمز لهیده ترکید. فریاد حسن آبستن تعجب و درد بود. تشر زدم تو هم مرا بزن. نگاهش را از لکه سینه‌اش گرداند روی من. گفتم بلند شو دیگر، مرا بزن. حسن بلند شد اما همونجا ایستاد. موت و مبهوت به نظر می رسید. درست مثل کسی که یک لحظه پیش داشته کنار ساحل قدم می زده و لذت می برده که یک مرتبه با پس غذایی به وسط اقیانوس کشیده شده. انار دیگری بایستادم. این دفعه به شانه‌اش آب انار پاشید به صورتش. با تندی گفتم تو هم مرا بزن. یالا مرا بزن نکمتی. ای کاش میزد. کاش کتکی را که از ته دل میخواستم میزد. شاید اینطوری شبها میتوانستم بخوابم. شاید در آن صورت همه چیز بین ما به حالت سابق برمیگشت. اما هر کاری کردم حسن هیچ کاری نکرد. گفتم ترسو هیچی نیسته الا یک ترسوی نکبتی. نمیدانم چند بار زدمش. فقط میدانم که بالاخره زمانی از زدن دست کشیدم و دیگر از رمق و نفس افتاده بودم. حسن چنان سر تا پایش قرمز بود که انگار یک جوخه گلوله بارانش کرده بودند. به زانو افتادم. خسته، بیرمق و درمانده. این دفعه حسن یک انار برداشت. آمد طرف من. نصفش کرد و محکم زد توی پیشانی خودش. نفس زنان گفت خب دلت خنک شد؟ حالت جا آمد؟ آب انار مثل خون از صورتش می‌چکید. برگشت و بنا کرد به پایین رفتن از تپه. به اشک‌هایم راه دادم. روی زانوهایم به عقب و جلو تکان خوردم. من با تو چه کنم حسن؟ با تو چه کنم؟ اما وقتی اشک‌هایم بند آمدند و افتان خیزان از تپه پایین رفتم، جواب آن سوال را پیدا کردم. همان تابستان 1976 13 ساله شدم. یعنی آخر تابستان همراه با صلح و گمنامی افغانستان میان من و بابا دوباره سرد شده بود. فکر میکنم باعثش همان پیشنهاد احمقانه‌ای بود که موقع کاشتن لاله‌ها داده بودم در مورد آوردن خدمتکارهای جدید. از حرفم پشیمان بودم. واقعا پشیمان بودم. اما به نظر من حتی اگر هم پشیمان نبودم حتما این دوره خوش و کوتاه ما به آخر میرسید. دیر و زود داشت اما سوخت و سوز نداشت. آخرهای تابستان صدای برم خوردن قاشق و چنگال و بشقاب جای گپ خودمانی سر میز شام را گرفته بود و بابا بعد از شام باز هم میرفت توی اتاق مطالعه و قلمت میکرد. در را میبست و دوباره به حافظ و خیام روی میآورد. ناخن‌هایم را تا ته میجویدم و داستان مینوشتم. داستانهایم را زیر تخت توی جعبه میگذاشتم. دم دست نگهشان میداشتم. با اینکه شک داشتم از این به بعد بابا حتی یک بار از من بخواهد آن را برایش بخوانم. بابا در مورد مهمانی دادن شعارش این بود: یا عالم آدم را دعوت کن یا مهمانی بی مهمانی. یادم هست یک هفته قبل از جشن تولدم لیست دعوت را بررسی کردم و از 400 نفر مهمان علاوه بر کاکا و خاله که برایم هدیه آوردند از 13 سالگیم را تبریک گفتن، حداقل 3/4 را نشناختم. بعد متوجه شدم آنها به خاطر من نیست که می آیند. جشن تولد من بود. اما نمیدانستم
ستاره مجلس کیست؟ چند روزی خانه من قلقله بود از بروبیای کسانی که بابا برای مهمانی اجیر کرده بود. صلاح الدین قصاب با یک گوساله و 2 گوسفند کشان از در وارد شد که برای هیچ کدام من هم پول نگرفت. حیوان را توی حیاط زیر درخت سپیدار سر برید. یادم هست وقتی چمن دور سپیدار داشت غرق خون میشد گفت خون برای درخت خوب است. مردهایی که نمی شناختم با رشته لامپ‌های الوان و چندین متر سیم رابط از درخت‌های بلود رفتم بالا. بقیه 10 میز توی حیاط چیدن و روی هر کدام رومیزی انداختن. شب قبل از مهمانی بزرگ دوست بابا دل محمد که از شهر نو کبابخانه داشت با کیسه چاشنیش از راه رسید. دل محمد یا به قول بابا دلو مثل قصاب برای خوشخدمتی که میکرد پول نگرفت. گفت قبلا بابا در حق خانوادهش خیلی خوبی کرده. وقتی دلو داشت به گوشت چاشنی میزد رحیم خان یواشکی توی گوشم گفت بابا به دلو پول قرض داده تا رستورانش رو راه بندازه. بابا پول را پس نمیگرفته تا اینکه یک روز دلو با یک ماشین بنز آمده در خانه من و پافشاری کرده تا بابا پولش رو نگیرد از آنجا نمیرود. گمان کنم از خیلی جهات یا حداقل از نظرهایی که در مورد مهمانی میدهند جشن باشکوه تولد من در نوع خودش بی‌نظیر بوده. هیچ وقت خانه را به آن شلوغی ندیده بودم. مهمانها نوشیدنی به دست توی راهروها خوشابش میکردن، روی پله ها سیگار میکشیدن و به چارچوب درها تکه میدادن. هر جای خالی پیدا میکردن مینشستند. توی پیشخان آشپزخانه، توی سرسرا، حتی زیر راهپله، توی حیاط خلوت، زیر نور آبی، قرمز و سبزهای لامپ‌های چشمک‌زن درخت‌ها دور هم نشسته بودند و قیافه‌هایشان با نور و گردسوزهایی که همانجا قرار داشتن روشن می‌شد. بابا داده بود 1 سنت توی بالکن رو به باغچه بسازد و توی حیاط جا به جا بلنگو کار بگذارند. احمد وزیر داشت روی سن مقابل جمعیتی انبوه که میرقصیدند آکاردئون میزد و میخواند. من شخصا به تک تک مهمانها خوش آمد میگفتم. بابا اتمام حجت کرده بود نباید کسی فردا حرف در بیاورد که او پسرش را بی تربیت بار آورده. صدها گونه بوسیدم. تمام غریبه ها را بغل کردم. به خاطر هدیه‌شان تشکر کردم. صورتم در اثر کشیدگی لبخند تصنعیم درد گرفته بود. توی حیاط کنار بابا نزدیک بار ایستاده بودم که یک نفر گفت تولدت مبارک امیر جان. آصف بود با پدر و مادرش. محمود پدر آصف مردی قد کوتاه و لاغر مردنی بود با پوست گندمی و صورتی باریک. مادرش تانیا زنی ریزه و عصبی بود که دائم لبخند میزد و پلک میزد. آصف حالا بین آن دو ایستاده بود. نیشخند به لب از هر دویشان با هیبت تر بود. دستهایش را گذاشته بود روی شانه آنها. آن دو را به طرف ما هدایت میکرد. انگار او آن دو را آورده بود. انگار او پدر بود. آنها بچه هایش. موجی از سرگیجه وجودم را فرا گرفت. بابا به خاطر آمدنشان تشکر کرد. آصف گفت هدیه‌ات را خودم انتخاب کردم. صورت تانیا در هم کشیده شد و چشمایش از آصف چرخیدند. با تردید لبخندی زد و پلک زد. پیش خودم گفتم یعنی بابا متوجه شد؟ بابا گفت هنوز فوتبال بازی میکنی آصف جان؟ همیشه دلش میخواست با آصف دوست شوم. آصف لبخند زد. از اینکه با زیرکی لبخندی به آن شیرینی تحویل میداد آدم واقعا حرصش میگرفت. البته کاکا جان تا جایی که یادم هست جناح راست بودی درسته؟ آصف گفت در واقع از امسال شدم فوروارد میانی. اینطوری آدم امتیازی بیشتری میگیرد. هفته آینده قرار است با تیم مکرو رایان بازی کنیم. بازی خوبی میشود. بازی کنهای خوبی دارند. بابا سر جنبان. میدانی وقتی جوان بودم من هم در فوروارد میانی بازی میکردم. آصف گفت شرط میمندم اگر بخواهید هنوز هم میتوانید. با چشمکی از روی خوشنیتی دل بابا را برد.
بابا هم چشمکی زد. میبینم که پدرت پاچه خاری عالم گیرش را به تو هم یاد داده. با آرنج زد به پدر آصف که چیزی نمانده بود مرد کوتوله بخورد زمین. خنده محمود هم مثل لبخند تاتیانا با تردید بود. یک دفعه از خودم پرسیدم یعنی آنها از پسرشان حساب میبرند؟ کوشیدم لبخندی تحویل بدم، اما فقط توانستم گوشه‌های لبم را مختصر بالا بکشم. از اینکه میدیدم بابا و آصف دارند دل میدهند و قلوه میگرفتند داشت اوقم میگرفت. آصف نگاهش را به من انداخت و گفت ولی و کمال هم اینجا هستند، میخواستن هر طور شده به تولدت بیایند. یک جوری خنده‌اش را مخفی میکرد بدون هیچ حرفی سرجان ماندم. بدون هیچ حرفی سرجان ماندم. آصف گفت داشتیم میگفتیم فردا در خانه ما کمی والیبال بازی کنیم. تو هم بیا، اگه خواستی حسن من با خودت بیاورد. بابا ذوق زده گفت خیلی خوب است. نظر تو چیه امیر؟ زیر لب گفتم من اصلا از والیبال خوشم نمی آید. دیدم برق از چشم بابا پرید و بعدش سکوت ناراحت کننده‌ای برقرار شد. بابا شانه بالا انداخت و گفت ببخشید آصف جان. عذرخواهیش از جانب من برایم عذاب دهنده بود. آصف گفت نه عیبی ندارد، اما دعوت من از تو سر جایش هست امیر جان. به هر حال چون شنیدم که به کتاب علاقه داری یک کتاب برایت آوردم. یکی از کتاب‌های مورد علاقه خودم. هدیه کادوپیچ شده ای را به طرفم دراز کرد و گفت تولدت مبارک. پیراهن سفید و شلوار آبی پوشیده بود با کراوات قرمز ابریشمی و کفش راحتی مشکی برا. بوی ادکلون میداد و موهای بورش را خیلی مرتب به عقب شانه کرده بود. از لحاظ ظاهر او رویای مجسم هر پدر و مادری بود. پسری قوی، قد بلند، خوشپوش، خوشمشرب با نگاهی دقیق و باهوش که ذکاوت شوخی کردن با یک آدم بزرگ را هم داشت. اما از نظر من چشمایش او را لو میدادند. وقتی نگاهشان میکردم ظاهرشان فرو میریخت. برق دیوانگی پنهان در پس آن نمایان میشد. بابا داشت میگفت خیال نداری بگیری امیر؟ ها؟ با بدخلقی گفت هدیه‌ات، آصف جان دارد به تو هدیه میدهد. گفتم آها. بسته را از آصف گرفتم و نگاهم را پایین انداختم. دلم میخواست توی اتاقم تنها بودم با کتاب‌هایم و دور از این آدم‌ها. بابا گفت خب چی؟ بابا با صدای آهسته که هر وقت توی جمع باعث خجالتش میشد این شکلی میشد گفت نمیخوایی از آصف جان تشکر کنی؟ خیلی لطف کرده. دلم میخواست بابا دیگر او را آصف جان صدا نکند، مگر چند وقت یک بار مرا امیر جان صدا میکرد. گفتم ممنون. مادر آصف طوری نگاهم کرد انگار میخواست چیزی بگوید اما نگفت و من متوجه شدم پدر و مادر آصف هیچ کدام لب از لب باز نکردند. برای آنکه دیگر بیشتر از آن باعث شرمندگی خودم و بابا نشوم، اما بیشتر به خاطر فرار از آصف و نیشخندش از آنجا رفتم. گفتم ممنون که تشریف آوردید. از میان ازدحام مهمانها راهم را کشیدم و از در فلزی پر نقش و نگار خزیدم بیرون. پایین‌تر از خانه ما زمین بایر بزرگی بود. از بابا که داشت برای رحیم خان تعریف میکرد شنیدم که آنجا را یک قاضی خریده و یک مهندس معمار دارد روی نقشه‌اش کار میکند و آن تکه زمین فعلا خالی افتاده بود و پر از خاک و سنگ و علف بود. کاغذ کادوی هدیه آصف را پاره کردم و جلد کتاب را گرفتم جلوی نور ما. شرح زندگی هیتلر بود. پرتش کردم لای کپه های علف. به دیوار همسایه تکیه دادم. خودم را سر دادم پایین. مدتی همانجا توی تاریکی زانو به بغل به ستاره ها نگاه کردم. منتظر تمام شدن مهمانی بودم. صدای آشنا گفت مگر نمیخوایی سر مهمان هایت را گرم کنی؟ رحیم خان داشت از پای دیوار میآمد طرف من. گفتم برای سرگرم شدن احتیاجی به من ندارم. بابا هست. یادتان رفته؟ وقتی رحیم خان کنارم نشست یخ توی مشروبش به لیوان خورد و صدا کرد نمیدانستم شما هم میخورید. گفت گهگداری میخورم. به شوخی سقلمی به من زد، فقط در موارد خیلی مهم. لبخند زدم. ممنون. لیوانش را به طرف من خم کرد و جرعه‌ای خورد. سیگاری روشن کرد. یک نخ از آن سیگارهای بدون فیلتر پاکستانی که او و بابا همیشه میکشیدند. برایت گفتم یک زمانی میخواستم ازدواج کنم. گفتم جدی؟ از فکر ازدواج کردن رحیم خان لبخندی به لبم آمد.
همیشه او را دوست جانی بابا، استاد راهنمای نوشته‌هایم و رفیقم می‌دانستم. کسی که هر وقت از مسافرت خارجه برمیگشت سوغاتی برایم می‌آورد. اما یک شوهر، یک پدر با سر تایید کرد. درسته 18 سال داشت. اسمش همیرا بود، هزاره‌ای بود، دختر نوکر همسایه من. این فرشته‌ها خوشگل بود، موهای قهوه‌ای روشن، چشمای درشت مشی. چه خنده‌ای می‌کرد. هنوز هم گاهی صدای خنده‌اش را می‌شنوم. لیوانش را چرخاند. همیشه دزدکی توی باغ سیب پدرم همدیگر را می‌دیدیم. همیشه بعد از نصف شب که همه خوابیده بودند زیر درختها قدم می‌زدیم و من دستش را می‌گرفتم. خجالت می‌کشی امیر جان؟ گفتم یک کمی. پلکی زد و گفت شنیدنش ضرری ندارد. به هر حال برای خودمان عالمی داشتیم. می‌خواستیم یک عروسی باشکوه و مجلل بگیریم و اقوام و دوستان را از کابل به قندهار دعوت کنیم. برای خودمان خانه بزرگ می‌ساختیم، خانه سفید با یک ایوان گرد و پنجره‌های سرتاسری. توی باغچه درخت میوه می‌کاشتیم و همه جور گل به عمل می‌آوردیم و زمین چمنی که بچه‌هایمان تویش بازی کنند. جمعه ها بعد از نماز مسجد همه برای نهار در خانه ما دور هم جمع می شدند و توی باغچه زیر درخت آلبالو غذا می خوردیم. از آب تازه چا می نوشیدیم، بعدش چای و شیرینی می خوردیم و بازی بچه هایمان را با عموزاده هایشان تماشا می کردیم. قلوب اسکاچ هایش را سر می کشید. سرفه کرد. وقتی موضوع را به پدرم گفتم باید قیافه‌اش را می دیدی. مادرم که خش کرد. خواهرم به صورتش آب پاشید. مادرم را باد می زدند و جوری نگاهم می کردند که انگار من گلویش را فشار دادم. برادرم جلال می خواست برود تفنگ شکاریش را بیاورد که پدرم جلویش را گرفت. رحیم خان خنده تلخی سر داد. من و همیرا در مقابل تمام دنیا قرار گرفتیم. این را هم بگویم امیر جان، آخر سر همیشه دنیا برنده است. رسم روزگار همین است. بعدش چی شد؟ همان روز پدرم همیرا و خانواده‌اش را سوار وانتی کرد و فرستادشان زارجات. دیگر هم ندیدمش. گفتم چه بد. رحیم خان شانه بالا انداخت و گفت شاید صلاح این بود، وگرنه همیشه عذاب میکشید. خانواده هم هرگز او را تکیه خودش نمیدانست. آدم نمیتواند یک روز به کسی دستور واکس زدن کفش‌هایش را بدهد و روز بعد او را عروسش بداند. نگاهی به من کرد. میدانی هر وقت حرفی داشتی اگر دلت خواست میتوانی به من بگوی امیر جان. با تردید گفتم میدانم. مدتی طولانی نگاهم کرد. انگار منتظر بود. چشمهای سیاه بی انتهایش به دنبال سرنخی از رازی ناگفته بین ما بود. لحظه‌ای نزدیک بود به او بگویم. نزدیک بود همه چیز را بگویم، ولی آن وقت در مورد من چه فکر میکرد؟ از من متنفر میشد. حق هم داشت. یک چیزی به من داد. بیا، داشت یادم میرفت. تولدت مبارک. یک دفترچه جلد چرمی قهوه‌ای بود. انگشت‌هایم را به نوار طلایی حاشیه آن کشیدم. چند را بو کردم. گفت برای داستانهایت. خواستم ازش تشکر کنم که چیزی منفجر شد. فوران آتش آسمان را روشن کرد. آتش بازی. با عجله برگشتیم به خانه و دیدم همه مهمانها تو حیاط ایستادند به تماشای آسمان. بچه‌ها با هر ترق دروغ و فشفش جیغ می‌زدند. هورا می‌کشیدند. مردم شادی می‌کردند. هر بار که منورها دیس می‌کشیدند و می‌ترکیدند و توده آتش تبدیل می‌شدند هلهله می‌کردند. هر چند ثانیه یک بار حیاط خلوت ناگهان با نور قرمز، سبز و زرد روشن می‌شد. در یکی از آن روشن شدن‌های کوتاه چیزی را دیدم که هرگز فراموش نخواهم کرد. حسن توی یک سینی نقره داشت به آصف و ولی نوشیدنی تعارف می‌کرد. نور رفت و یک هیس و فشفشه دیگر. بعد جرقه‌های نور نارنجی. آصف نیشخند به لب داشت پنجه بکسش را به سینه حسن می‌مالید. بعد خدا را شکر. تاریکی. فصل 9. صبح روز بعد وسط اتاقم نشستم و جعبه
ها را یکی پس از دیگری باز کردم. نمیدانم اصلا از چی ناراحت بودم و چون فقط نگاهی سرسری بهشان انداختم گوشه اتاق روی هم تلمبار کردم. تل بلندی شد. یک دوربین پولاروید، رادیو ترانزیستوری، قطار برقی با دم و دستگاهش و چندین پاکت در بسته پول نقد. حتم داشتم که هیچ وقت به آن پولها دست نخواهم زد یا به آن رادیو گوش نخواهم داد. به آن قطار برقی هیچ وقت توی اتاق من روی ریل هایش تلق و طلوق نخواهد کرد. هیچ کدامشان را نمیخواستم. همش خونبه ها بود. اگر مسابقه را نمی بردم بابا عمرن همچین مهمانی برایم نمیداد. بابا 2 هدیه به من داد. یکیش که مسلماً رشک هر بچه‌ای را توی محل برمی‌انگیخت. یک دوچرخه اشوین استینگری. یک دوچرخه اشوین استینگری نو. سرآمد دوچرخه‌ها در تمام کابل فقط چند تا از بچه‌ها استینگری داشتن و من یکی از آنها بودم. دوچرخه فرمان بلندی داشت با دسته‌های لاستیکی مشکی و زین معرکه‌ای به شکل موز. چرخهایش طلایی بود و بدنه فولادیش قرمز، رنگ آبنبات یا به رنگ خون. هر بچه‌ای بود میپرید روی دوچرخه و یک دور حسابی باهاش میزد. اگر چند ماه پیش بود من همین کارا میکردم. بابا به آستانه در اتاقم تکیه داد و گفت دوستش داری؟ لبخند خجول و تشکر سریعی تحویلش دادم. با خودم گفتم کاش دل و جرأت بیشتری داشتم. بابا گفت برویم دوری بزنیم. دعوتی بود اما با بیمیلی. گفتم باشد، برای بعد. یک کمی خستم. بابا گفت باشه. بابا بله. گفتم به خاطر آتشبازی ممنونم. تشکری بود اما با بیمیلی. به طرف اتاقش که میرفت گفت یک کمی استراحت کن. آن یکی هدیه بابا که اصلا صبر نکرد بازش کنم 1 ساعت مچی بود. صفحه آبی رنگی داشت با عقربه‌های طلایی به شکل آذرخش نورانی. حتی آن را هم به دستم نبستم. انداختم روی تل اسباب بازی‌های گوشه اتاق. تنها هدیه‌ای که روی آن کپه پرت نکردم دفترچه جلد چرمی رحیم خان بود. انگار فقط آن دفترچه خونبهانه بود. لب تختم نشستم، دفترچه را توی دستم پشت رو کردم و به حرف‌هایی که رحیم خان در مورد همیرا زده بود فکر کردم. اینکه آخر سر پدر رحیم خان صلاح دیده بود بیرونش نکند، آن زن رنج می‌برد. مثل مواقعی که پروژکتور کاکاومایون روی یک اسلاید گیر می‌کرد. این تصویر هم بارها و بارها توی ذهنم چشمک می‌زد. حسن در حالی که سرش را پایین انداخته بود داشت به آصف و ولی نوشیدنی تعارف می‌کرد. شاید صلاح همین باشد، از رنج او کاسته شود، از رنج من هم همینطور. پس معلوم شد که یک راه بیشتر وجود ندارد. یکی از ما 2 باید برود. اواخر همان روز بعد از ظهر برای اولین و آخرین بار دوچرخه را بردم بیرون و با آن گشتی زدم. همان دور و اطراف 1-2 دور زدم و برگشتم. با دوچرخه از ورودی رفتم تا حیاط خلوت که آنجا علی و حسن داشتن آتشخال‌های مهمانی شب قبل را جمع می‌کردند. لیوان‌های 1 بار مصرف، دستمال کاغذی‌های مچاله شده و بطری‌های سودا جا به جا توی حیاط ولو بود. علی صندلی‌ها را تا می‌کرد و می‌گذاشت پای دیوار. مرا که دید دست تکان داد. من هم دست تکان دادم و گفتم سلام علی. انگشتش را بلند کرد و از من خواست صبر کنم و رفت خانه‌اش. لحظه‌ای بعد با چیزی که توی دستش بود آمد بیرون. دیشب اصلاً فرصت نشد من و حسن این را بدهیم به شما. این را گفت و جعبه‌ای داد دست من. چیزی با ارزشی نیست، اصلاً قابل شما را ندارد امیر آقا، ولی خب خدا کند ازش خوشتان بیاید. تولدتان مبارک. بغض گلویم را گرفت. گفتم مرسی علی. با خود فکر کردم کاش چیزی برایم نخریده بودند. کادو را باز کردم و چشمم افتاد به شاهنامه جدیدی با جلد زرکوب و عکس‌های رنگی براق در پایین صفحه‌هایش. یک جا فرنگیس به فرزند نورسیده‌اش کیخسرو نگاه می‌کرد، جای دیگر افراسیاب سوار بر اسب و شمشیر به دست لشکرش را هدایت می‌کرد و اما رستم که با ضربه مهلک پسرش سهراب جنگجو را زخمی کرده بود. گفتم قشنگ است. علی گفت، حسن میگفت
مال شما کهنه شده و رنگ رویش رفته، بعضی از صفحه‌هایش هم گم شده. داشت به کتابی نگاه می‌کرد که نه خودش و نه پسرش قادر به خواندن آن نبودند و با سربلندی اضافه کرد: همه نقاشی‌های این کتاب کار دست است، با جوهر و مداد. گفتم خیلی قشنگ است و همینطور هم بود. فکر کردم نباید زیاد هم ارزان باشد. خواستم به علی بگویم این کتاب بی‌ارزش نیست، منم که بی‌ارزشم. پریدم روی دوچرخه، گفتم از طرف من از حسن تشکر کن. بالاخره کتاب را روی هدیه‌های گوشه اتاقم انداختم و خلاص. اما مدام چشمم بهش بود تا اینکه آن را فرو کردم زیر بقیه هدیه‌ها. همان شب قبل از اینکه بروم توی رخت خواب از بابا پرسیدم ساعت 9 مرا جایی ندیده ای؟ صبح روز بعد توی اتاقم صبر کردم تا علی در آشپزخانه میز صبحانه را تمیز کند. صبر کردم تا ظرف‌ها را بشوید و روی کابینت‌ها را پاک کند. از پنجره اتاقم به بیرون نگاه کردم و منتظر شدم تا علی و حسن در حالی که چرخ دستی را به جلو هل می‌دادند برای خرید بروند بازار. یکی دو تا از پاکت‌های پول را با ساعت مچی از توی تل هدیه‌ها برداشتم و پاورچین رفتم بیرون. جلوی اتاق مطالعه مکسی کردم و گوش سپردم. بابا همیشه صبح آنجا بود و به این ور و آن ور تلفن میزد. حالا داشت در مورد قالیچه هایی که قرار بود هفته آینده وارد کنند صحبت میکردند. رفتم طبقه پایین، از حیاط گذشتم و رفتم توی خانه علی و حسن کنار درخت ازگیل. تشک حسن را بلند کردم و ساعت 9 خود را با چند تا اسکناس افغانی گذاشتم زیر سرش. نیم ساعت دیگر صبر کردم و بعد در اتاق بابا را زدم و چیزی را گفتم که خدا می کردم آخرین دروغ از دروغ‌های شرم‌آوری باشد که هی پشت سر هم ردیف کرده بودم. از پنجره اتاقم علی و حسن را دیدم که توی ورودی چرخ دستی پر از گوشت، نان، میوه و سبزی را هل می‌دادند. بابا را دیدم که از توی خانه بیرون آمد و به طرف علی رفت. دهانشان می‌جنبید اما من حرفایشان را نمی‌شنیدم. بابا به خانه اشاره کرد و علی با سر قبول کرد. از هم جدا شدند. بابا برگشت به خانه. علی همراه حسن رفت به طرف کلبه. چند لحظه بعد بابا در اتاقم را زد. گفت بیا توی دفتر من. می‌خواهیم بشینیم و این موضوع را حل و فصل کنیم. رفتم به اتاق مطالعه بابا و روی یکی از کاناپه‌های چرمی نشستم. حدود نیم ساعت طول کشید تا علی و حسن هم آمدند. هر دوتایشان گریه کرده بودند. از چشمای سرخ و پف کردهشان فهمیدم دست در دست روبروی بابا ایستادند و من از خودم پرسیدم کی و چطور توانستم باعث و بانی چنین دردی باشم. بابا زود رفت سر اصل مطلب و پرسید پولها را تو دزدیدی؟ ساعت امیر را تو دزدیدی حسن؟ جواب حسن یک کلمه بود. با صدای تیز و ناخوشایندی گفت بله. خشکم زد، انگار که سیلی خورده باشم. قلبم ریخت و نزدیک بود حقیقت را لو بدم. همان موقع دستگیرم شد. این حقیقت از خودگذشتگی حسن برای من بود. اگر میگفت نه، بابا حرفش را باور میکرد، چون همه ما میدانستیم که حسن هیچ وقت دروغ نمیگوید و اگر بابا حرف او را باور میکرد آن وقت من متهم بودم. مجبور میشدم توضیح بدم و ماهیت واقعی هم فاش میشد. بابا هرگز مرا نمیبخشید و چیز دیگری هم دستگیرم شد. حسن میدانست که من همه چیز را توی آن کوچه دیدم. همانجا ایستادم و دست روی دست گذاشتم. میدانست که من بهش نارو زدم. باز هم داشت یک بار دیگر و شاید هم برای آخرین بار به دادم میرسید. و در آن لحظه خیلی دوست داشتم بیشتر از هر کس دیگری میخواستم بگویم که من چی هستم. مار توی علف، هیولای دریاچه. من لایق این فداکاری نیستم. من یک دروغگو هستم، یک متقلب، یک دوست. از یک طرف اینها را میگفتم و از طرف دیگر خوشحال بودم که به زودی قال قضیه کنده می شود. بابا آنها را بیرون می کند. کمی ناراحتی داشت اما بالاخره زندگی یک جور می گذشت. من هم همین را می خواستم که زندگی بگذرد. همه چیز فراموش شود. می خواستم دوباره از نو شروع کنم. دوباره نفس بکشم. اما بابا شکم کرد و گفت می بخشمت. بخشش؟ اما دزدی تنها گناه نابخشودنی بود. نام مشترک تمام گناهان بود. ولی مردی را میکشی. وقتی مردی را میکشی یک زندگی را میدزدی. حق زنی را از داشتن شوهر میدزدی. پدری را از بچه میدزدی.
وقتی دروغ میگویی حق کسی را از دانستن حقیقت میدزدی. وقتی تقلب میکنی حق را از انصاف میدزدی و هیچ عملی پستر از دزدی نیست. مگر بابا مرا توی دامانش ننشانده و این حرفها را به من نگفته بود؟ پس چطوری حسن را میبخشید؟ پس اگر بابا میتوانست این کار را ببخشد، چرا مرا از اینکه پسر دلخواه او نشده بودم نمیبخشید؟ چرا؟ علی گفت ما از اینجا میرویم آقا صاحب. بابا رنگش پرید و گفت چی؟ علی گفت دیگر نمیتوانیم اینجا زندگی کنیم. بابا گفت ولی من بخشیدمش. نشنیدی علی؟ حالا دیگر اینجا زندگی کردن برای ما غیر ممکن است آقا صاحب. ما از اینجا میرویم. علی حسن را به خودش چسباند و دستهایش را دور شانه پسرش حلقه کرد. با این حرکت داشت از پسرش محافظت میکرد. من خوب میدانستم در مقابل کی دارد از پسرش محافظت میکنم. علی نگاهی به طرف من انداخت و من از نگاه سرد و کینه توزش خواندم که حسن بهش گفته، همه چیز را بهش گفته، درباره بلایی که آصف و دوستانش به سرش آورده بودند، درباره بادبادک، درباره من. به طرز عجیبی خوشحال بودم که بالاخره یکی فهمید که من واقعا کی هستم. دیگر از تظاهر کردن خسته شده بودم. بابا دستهایش را رو به بالا گرفت و از هم باز کرده. گفت پول و ساحت اصلا برایم مهم نیست. نمیفهمم برای چه میخوایی از اینجا بروی؟ منظورت چیه که غیر ممکن است؟ ببخشید آقا صاحب، ولی ما بارمان را بسته ایم، تصمیممان را گرفته ایم. بابا پاش شد، موجی از غم چهرهش را گرفت. علی من برایتان کم گذاشتم، در حق تو حسن کوتاهی کردم. تو جای برادرم بودی علی، خودت هم این را خوب میدانی. تو را به خدا این کار را نکن. علی گفت وضع را از این که هست بدتر نکنید آقا صاحب. لبهایش جمع شدن و لحظه‌ای خیال کردم دهنکجی کرد. آن موقع بود که من به عمق درد و رنجی که باعث بانیش بودم، به سیاهی غم و اندوهی که برای این آدم‌ها به وجود آورده بودم پی بردم و فهمیدم حتی صورت فلج علی هم نتوانسته غصه‌اش را مخفی کند. خواستم به زور نگاهی به حسن بیاندازم ولی سرش پایین بود و شانه‌هایش افتاد. داشت با انگشت لبه پیراهنش را میپیچاند. حالا بابا داشت علتش را میپرسید. لااقل بگو برای چی؟ من باید بدانم. علی هیچی نگفت، عین موقعی که حسن دزدی را به گردن گرفت و هیچ اعتراضی نکرد. واقعا نمیدانم چرا، اما همیشه پیش خودم مجسم میکنم که آن دوتا توی آن دخمه تاریک دارند گریه میکنند. حسن به پدرش التماس میکند که مرا لو ندهد، اما نمیتوانم دلیل خویشتن‌داری علی را در مقابل آن قول تصور کنم. میشود ما را برسانید به ایستگاه؟ بابا نعره زد من اجازه نمیدهم بروید. شنیدی چی گفتم؟ اجازه نمیدهم. علی گفت جسارت است. شما نمیتوانید جلوی مرا بگیرید آقا صاحب. ما دیگر برای شما کار نمی کنیم. بابا گفت کجا میروید؟ صدایش میلرزید. هزارجاد پیش عموزاده هایت؟ بله، می شود ما را برسانید به ایستگاه اتوبوس آقا صاحب. بعد بابا کاری کرد که قبلا هرگز نکرده بود. گریه کرد. دیدن حقحق یک مرد گنده مرا ترساند. بابا حق نداشت گریه کند. داشت می گفت تو را به خدا. اما علی دیگر برگشته بود به طرف در و حسن هم دنبالش. هرگز آن حالت وحشت زده بابا را که عاجزانه التماس می کرد فراموش نمی کنم.